شرطنامه خرید و فروش شما با کی بود؟ 16 هم نه 16 بود ما هم با هم به یک صبر کردگی بودیم. خیلی جناب به یک صبر کرد به واسه شرطنامه کرد. کی میسپریم گفت ما یک سال پس سپتامبر باید میسپردن، سپتامبر گذشته میسپردن. ما پیشکی اومدیم خانه رو ساز کردیم، در اومدیم 8 ماه در اوج ما زندگی داریم. نکش مایل نکش یگون تاش نکشین برادر دست نبردار خواهش میکنم اکا جان دست نبردار نمیخواین نزدیک نشین تمام شما هیچ گپ نزدین ما کار شما را مانع کردیم اون اگر بخواین قطعا همه کامera دا گپ زنین نخواین نکردیم ما کار شما را مانع نکردیم ما شرایط وضعیت زندگی مردم نشون دادیم که در این شرایط مردم زندگی داره تقریبا اینجا همون یک بار میتونیم ببینیم اینجا همین شرایطی هست که حتی در اومدن شاید خطرناک باشه بخشش مثلا مثل که ما چنین یک بنا را در شهر دوشنبه تصور کردن نمیتونم اینجا همین خدم بله حجت خانه یعنی کارمندای شرکت شاید باشد نمیدونم چی ولی واقعا چنین یک نقطه ای چنین یک بنایی را با این شرایط من در مرکز شهر دوشنبه تصور کردن نمیتونم که مردم زندگی کنه در این شرایط. چند سال پس بنا ساختمانش بود میشه؟ خدا خواهد این سال تو سال آینده بود میشه بینم. سال آینده 2023 کدام ماه تقریبا؟ تقریبا ماه سپتامبر شد. سپتامبر 2023. شما میتونید خودتون معرفی کنید نهایت کی هستید؟ من شادی رحمانوف متصدی ساختمانی ام. بنا که با شهروندان در مسئله نبودن آب سویه دیگه پرابلمشون موافقت میکنیم دستگیری میکنیم و باشه میگم که آب نرسید حل میکنیم مسئلهش نمیتونم همه مردم این بینو ما رو میشناسن میدونن که من شما را در نشست مطبوعاتی وزارت علاقه ندیده بودم. بله شما وزارت علاقه دم کار بله وزارت علاقه با این بنای ساختمانی چی ربط دارد؟ یگان با وزارت علاقه گون ربط نداره. شما در اونجا چیکار میکردین در نشست؟ در نشست علاقه چیکار میکردید شما؟ 6 تا نشون این بنای ساختمانی با وزارت علاقه چی داخل دارد است؟ این با وزارت علاقه مناسبت نداره. شما اخی اینجا متصدی باشین در وزارت علاقه در نشست مطبوعاتی چیکار میکردین؟ متصدی برای کار ما که مهم نیست در کجا بودن آدم اگر در یگان چی باشد یگان جنایته نه جنایت پس میتونیم دقیق کنیم که واقعا این بنای شرکت ساختمانی با راهبری علاقه با یک صبور تعلق داره یگان تعلق نداره. بینندای عزیز ما در بلوک 7B قرار داریم و اون طرف مثلا رو برای من 8B بود من نمیدونم حدود بلوک پهلویی چی است ولی از نگاه اول اگر ساختمانچی هم نباشه نمیدونم آرکیتکتور هم نباشه ولی یک چیز برای من جالب است که میبینین ولی ما در آشیانه 16 قرار داریم یعنی اینجا علاقه فرش زمین است و آشیانه دیگر ببینید که چقدر پایین است تقریبا 1.5 متر پایین است علاقه و این آشیانه هم در میان این آشیانه 16 میافته و بعد از جای دیگه درفتر نشون میتیم حاضر یعنی این بلوک ها باید همش یک خیل مثلا اینجا 16 آشیانه فرش بنا باشد اگر برای مثال من اینا بگیرید من اینجا فرش بنا باید حاضر اون طرف ما در فرش 16 ماشینه بلوک دیگر باشیم ولی میبینید که اینجا در کجا قرار داره یعنی این فرش بنای دیگری بلوک دیگری یعنی حدود 1 متر یک بنا آشیانه از آشیانه دیگر در بلوک دیگر فرق میکنه. بیننده عزیز بعد از چند لحظه ادامه بحث و مسئله ساکنان یا خریداران خانه ای را که در محله به نام منطقه زرافشان شهر دوشنبه است که میگن که با بیک صبور تعلق دارد یا ندارد نمیدونیم خلاصه کمی بهتر میبینید اینجا من برای شما خواهش میکنم که از شرکت خدمت رسانی تاکسی پارک ما مرایم در فدراسیون روسیه استفاده برید با فایز 12 برای شما خدمت میرساند در 24 ساعتی کاری در همه روزی کاری به روز استراحت میتونید مبلغ کار کردتون توسط برنامه بگیرید فقط خواهش میکنم راننده های مراجعت کنند که شهادتنامه رانندگی روسیه، قزاقستان، بلاروس این کشورها را داشته باشند متاسفانه با شهادتنامه رانندگی تاجیکستان نمیشناسند متاسفانه برام از شما خواهش میکنیم که اگر این شهادتنامه رانندگی را دارید پس با شرکت خدمت رسانی مامورای مراجعت کنید که شما را با یاندکس تاکسی پیوست میکند و من سراغ شرکت در جای اپیسان یعنی جای شرح بیشتر میگذارم.
камера. Салом алейкум. شما خوبه نازین؟ سلام علیکم. اینجا ساکنو دعوت کردن نوار بگیریم. کی دعوت کرد؟ ساکنو همین بینو. در کدوم اساس؟ این بینو لطفا. نوار ساکن. شما که با اجازه میتونیم شناس شیم. برای چی اسمش شما؟ آخه شما ما را پرسیدین. ما شما سلامت باشین. بله. این ساختمان تمام شدگی نیست. اینجا آدم مجبوری اومده دوماده شده. سلامت باشین. میتونیم شناس شیم که شما کین آخه که شما یه گپ گفته هستین. من همین ساکنای همین بینو شکایت دارن که مثلا آمادن ساختمان برای قبول اونها شما باید 2 سال پیشتر میسپردین علاقه بینو را و این در نشست مطبوعاتی شهرداری هم گفته شده بود که کمیسیه تشکیل شد کمیسیه باید قبول کنند نکنند نتیجه کمیسیه چی شد مردم در کدام اساس آمده وارد شده استن علاقه شرایط نیست خب مجبور شما چه اجازه میته خب این قدر مردم علاقه زندگی داره در این شرایط چرا نسپاریدن نباشد تا وقت برای اینکه تیار نشد ساختمان چی باید دیر کردن نباشد برای اینکه متریال نرسد کاری ساختمان شما کی میتونیم شناس شیم با اجازه چی با خدمت مطلب فهمیدی خب اگر شناس نکنید دیگه گپ نزنید نباشد سلامت باشین زنده باشین نه ما با نفر صحبت کنیم با نفر صحبت کنیم که مسئول باشه اگر مسئول یک آدم مسئول هست چی جناب بک صبور کی هستن مسئول سلامت باشین شما در چند ماشین زندگی میکنید ما در 16 متر 16 ماشین چند در خانه دارین اونجا 3 در خانه دارم شرطنامه خرید و فروش شما با کی بود 16 نه 16 بود ما هم با هم بک صبور کردگی بودیم خیلی جناب بک صبور کرد به واسه شرطنامه کرد کی میسپریم گفت ما 1 سال پس سپتامبر باید میسپردن سپتامبر گذشته میسپردن ما پیشکی اومدیم خانه رو ساز کردیم در اومدیم 8 ماشین در اوج ما زندگی داریم ولی جناب بک صبور یک شخص منصبدار است و او حق فعالیت صاحبکاری ندارد چگونه شما با او شرطنامه خرید و فروش کردین ندیدیم ما همون وقت گفتن که همه خیلی دیدیم شه دیگه ندیدیم اینا چند سوم دادید شما برای 3 در خانه 230,000 سومانی یعنی به واسطه مبلغ خود جناب بک صبور از شما گرفت خانه خودش نگرفته اونجا چیزاش مثلا ولی صحبت مبلغی با او کردیم نماینده شرکت کدام شرکت ها گفتن اینجا میگن کامل 2010 هست از به نام پسرش است نمیدونم که بچه جان یاش نمیدونم ولی در چه شرایط زندگی میکنید شما او خودمون گذروندیم موتور خطی او سویت گذروندیم همه شکدیس ما مود نیست پادیزمون همه خیلی بد اخلاقی گذشته راه کشته نمیتونیم شما در قید هستین همین کوچه چی نام داره نمیدونیم من نمیره کوچه هم نام نداره فقط ما کسی چی بتیم آدرس بتیم بالنسه انفکسیونی میگیم یگون مثلا نفهمی شو برای کارمند میلیسا در زنگ زدن شما سراغ دارین یگون نداریم بچه جان نداریم دکتر داشتیم چسکایی هم نداریم دکتر ندارین اینجا متونک نویستگی است این چی است سیانوزید همین درست شده ها همین تشکیل کردین کدیسین یه روز با داولنیو بلند شد به خدا آنم دکتر هر جا گفتیم و کل کدمانو خورفتیم خدا یک دقیقه صبر باردار با اجازه شما هم گپ میزنین چرا دیگه باور نداریم به فایده میگیم برای چی 5 سال شد خانه گرفتگی ما را در شرطنامه چیزی که در شرطنامه وقتی پول گرفتم ده وقتی ما خونه خیلی رفتیم آفیس گفتن که همه چیز همین درش میداره در تریزه میچسبونن پریگرات که میچسبونن تیار میکنن میتین هازی نه هازی همش پلاکی شما شرطنامه را که با کی کرده بودید هم آفیس میره میکنیم خودشون میکنن کدام سال بود 2017 بعد دوباره طلب نکردید که از روی شرطنامه شرایط شما را مهیا کنن ما رفت 2 سال پیش رفته بودیم 2 سال پیش دیگه خرش ما میکنیم ده هستای یا که پاک خرش شما متریال هدیه مدیوم شماش به پول هازی همش پلات نشدگی شما چند ماشین در خونه داریم 14 هم چند در خونه ای کوادرات ایده 24 تا چی شرایط داره هادی خونه هیچ شرایط زندگی میکنین الان نه زندگی نمیکنه لیفت دارد یا نه الان نداره لیفت ریمون کردنی همش وزی چیزی که در شرطنامه بود در شرطنامه نیست وزی میگه همش عکس خودتون بعد شما از نماینده شرکت طلب نمیکنین از روی شرطنامه‌تون خیلی طلب میکنیم اوکی میگن اونجا تمام اونجا بود وقت اجدا کارن وزی نمیکنن هیچ کاره همش کاری ما میکنیم چیزی شد همین تمام از این زیاد نمیتونن کرد تمام اینا بلاگوار دست کن چه بیا کارن تمام چند سوم شما خرید کردید خونه رو آوا دلار بود اونجا دیگه نمیدونم چند سوم شما چی برادر شما خونه دارین ببخشید شما چند ماشین در خونه دارین ما نداریم خونه و گامی چی اومدیم خرید اومدین شما نه شما برای چی اومدین اینجا
ما همون یک کس دیدنی اومدیم. برای همراهی اومدین. سلامت باشین. یعنی شما چی خواهش کردین بخشش نفهمیدم. ما خواهش داریم که همین چیزی که بود در روی شرطنامه همین در تلویزیون ما رو چسبوندن پلیگراکای ما رو اجرا کنن تیان ما داش ریمون سر کنیم. همین بینو ها یگان رئیس محله دپوتات یگان کسی داره که راهبری کنه شما رو. نه هیچ کی نیست از نمیدونم نیش میبرید هر کس از فکرش داره حاضر نمیدونم. یعنی نمیشه دست جمعونه به حکومت شهر مراجعت کنین. حق نمیدونم مخی حق باید همه ببینه کو. یک حالت نفهمی. ها همین اول حاضر همه میدونه. حکومت شهر هم میدونه همش میدونن. همین رابطی سر کرده تا کلانش هم میدونن. شما چی نمیدونین مردم دیگه رو زندگی دارن شو چرا نامده تو بریم؟ خیلی موزی خود قدرت ندارن که ما خودمون ریمون کنیم ما را. از روی شرطنامه باید تعمیر می‌کردن. باید تعمیر کنن ها. سلامت باشین. بینندگان عزیز یک بار بعد از صحبت با ساکنای این بینایی که نام ندارد و ما تقریبا میدونیم که در ناحیه سینا باید باشد نه خطا نکنم در ناحیه سینا است ولی کوچه‌اش هم معلوم نیست نزد بیمارخانه بیمارای سرایتی است و بینایی که معروف با بینای بیک صبور با همین نام معروف است در دوشنبه و شرکت ساختمانی کامل 2010 باید تعلق داشته باشد که چند سال پیشتر در نشست مطبوعاتی هم رئیس ساختمان گفته بودن که این بنا حال قبول نیست کمیسیه تشکیل میکنه و نتیجه کمیسیه هم دیگر معلوم نیست ولی یک بار وارد میشیم و بینایی را میبینیم که ساکنان علاقه زندگی دارن در چه شرایط در چه وضعیت در چه حالت همراه میبینیم با اجازه وارد شیم بود چند که ناومده است یا پا من گپ میزنم السلام اپا جان گپ نمیزنی شما خب اولتر از آن برای من یک چیز جالب است که همه گونه قبورها با میان گذرگاه ها بالا پایان شده است ما نمیدونیم که قبورها چی است این قبورهای آب است یا که اخلاط است کانالیزاسیون است آدم خودشون هر یک الهیده میگذرونه شرکت نه بله شما گپ میزنین با اجازه بیا عبدالله جان طرف بیا خواهش میکنم طرف هم قبلی روشنایی گپ بزنیم سلام علیکم اپا جان شما چی نام دارین من شهنازه نام دارم در اینجا خونه داره شما چند ماشینه نهم ایتاژ ده چند در خونه دارین دو خونه چی شرایط دارد خونه شما شرایطش که حاضرش نه آمدگیم شرایطش خیلی سوز است لیفت دارین نه حال زندگی نکردیم نو گرفتگیم خونه را چند سوم خریدید خونه را خونه را 200,000 تومان با کی شرط خرید فروش کردین با صاحب خونه شما از دست کسی دیگر خریدید دست کسی گرفتم اطراف این بنا حرف و صدا زیاد است که آماده نیست و شاید با طلبات ساختمان هم جواب نشد کمیسیه قبول نکرد شما از این بنا با خونه خریدین با باور کرده اکو بسیار گفتن که یکم دیم سیما باید بخیزونن یکم دیم سیما شونه دیم سیما باید بخیزونن ها ای سیم چورم استونش ولی چی نگفتیم نمیدونی که برای چی یکم دیم سیما میخیزونن امی چیزیش گفتن ساز نیست یا که چیزیش گفتنم خیلی شما جای پرتوگاه دارین بعد اومدین بینو نه از زندگی نکردم راستیگه با خانه میدونم که مکه بسیاروش میگن که این دم قصاص دمی ساز نیست لیکن خریده اکه راستیگه سومم کمتر بدم از نوعلاجی نباشه میخواین زندگی کنین در این بینایی که مردم باور ندارن خیلی یک سال زندگی کنیم بعد میفروشیم یکم جای دیگه میریم با یک کس دیگه رو میخوایم بدبخت کنین ای خدای من سلام علیکم اینجا با کسی گپ میزنه کتیمو شما گپ میزنین نه اپا جون ما گپ زنیم شما کتی گپ زنیم اپا جون شما چند ماشین زندگی میکنین روشنی منسوز است هفتم بلوک دهم ایتاژ نام نصبتون چیست آدینه و گلناره چند سال شد زندگی میکنین دهم ماشین همین سنتیابر به خاطر دخترم استودنت شدن اومدم استودنت دارم ای قشلاق تا اینجا اومدن راه دراز ناعلاج اومده کی شرطنامه خرید و فروش کردین شما اكو اینش نمیدونم مردکو میدونه شرطنامه تقریبا چند سال پیش بود که شما مبلغ دادین این همین دخترچی من صنف 8 میخوام ولی علاقه دانشجو شد یک کنکورس من انستیتوت زبان ها در رایگان گذشتگی به همین خاطر ما گفتیم خانه بود نیست ای سال دیگه سپورت با سال دیگه آیا این کودک رایگان میگذرد نمیگذرد ناعلاج شده اومده یک نفر مرد که خودش معرفی نکرد پیش از نوروبرداری به ما گفت که یعنی بینو حال آماده نیست و ساکنان مجبوری اومده داخل شدن شما واقعا مجبوری اومده و شما ما را گفتم که قشلاق امکانیت راهگیری نماینده شرکت شما را اجازه دادن که در آمده زندگی کنین خیلی اکثریت مردم زندگانی که کرد ما هم اومده یعنی مانع نشدن برای در آمدن شما نه یگان کس نگفتن که
شما چیزتون участковиتون نمیدونین نماینده پلیستون کی است؟ نمیدونم. دکترتون نمیدونین کی است؟ دکتر اولیوی این منطقه؟ نه نمیدونم. کوچه را میدونید چی نام دارد این کوچه هازی؟ نامگذاریش راست همین بینو؟ نمیدونم بوده. به سراغ به پلیس به دکتر پارتوفگاه بوده که روی خطا کوزی اینده شما مردکا میدونن من نمیدونم. پارتوفگاه دارین؟ پارتوفگاه من همین آبشی مردم در برده پارتوف شده. خودی همین بینو؟ نه خودمون نه. لیفت چی؟ نه لیفت تماما. سلامت باشید چون. خب باز یک بار داخل یک جای دیگر من میخواستم برای شما نشون بدم که اینجا همین مدپونکت است جایی که دروش هم بسته تاریک هم هست. اینجا از روی چیز باید کدام نماینده‌ای همین بنا باید به فکرم که زندگی کنن کار کنن. دستگاه‌های نواربرداری هم هست ولی حضور ندارن حالی حاضر. خب بیا این طرف ابلودی. خود یک طرف. تقریبا اینجا همون یک بار میتونید ببینید اینجا همین شرایطی هست که حتی در اومدن شاید خطرناک باشه بخشش. مثلا مثل که من چنین یک بنا را در شهر دوشنبه تصور کردن نمیتونم. اینجا همین کدوم بله حجت خانه یعنی کارمندای شرکت شاید باشد نمیدونم چی ولی واقعا چنین یک نقطه را چنین یک بنایی را با این شرایط من در مرکز شهر دوشنبه تصور کردن نمیتونم که مردم زندگی کنن در این شرایط از حجت خانه‌اش استفاده برن. حجت خانه جمعیتی است به فکرم که کارمندای شرکت شاید استفاده برن. خب بیننده عزیزان ما یک بار میانی بنای ساختمانی را مرکز بنای ساختمانی را نشان میدیم که برای ما مثل همون شهرهای چین یا تایلند همونجا را نمودشه میاره خاطرمون میاره. از اون که یعنی پرتوگاه نیست یعنی انا همینجا جای پرتوگاه شده است برای مردم هر جا غرام چون پرتوهای ساختمانی هم هست. این بنای مرکزی همون بنای بحثش بسیار مطرح است که بعد از بنای اطراف ساخته شدن در مرکز این بنا بعد پیدا شد. اطراف این بنا بحث و سر و صدا خیلی زیاد بود که این مرکز باید جای میدانچه کودکانه میشد باید جای استی ماشینا میشد و نمیدونم یک بار این بنا در مرکز پیدا شد که حالا اگر شما تصور کنید که تمام این بناها صاحب کودک شوند صاحب ساکن شوند و همه اون پایون فرن خدا نکنه در این پایین چی محشر رو میزنه به فکرم همه اون ساکنان اگر بیان اینجا. یک جای دیگر من میخواستم برای شما نشون بدم که یکم خطرزا است. این همین آبهایی که در تهخانه هست و اون قبورایی را که شما میبینید یعنی ببینید از اینجا شدت برق است و اینجا هم آب است و این قبورا مردم خودشون به طور اتوماتیک موتور کردن برای بالا آب برن یعنی اونجا هم جای شدت برق است ترانسفورماتور است که همگی 10 متر نیست از جای آب از جای نمی که این واقعا خطر دارد به سلامتی و به جان انسان ها. همین لوله ها رو میبینید هر کی در علاهدگی خانه خودش مستقیم آب برده است توسط موتور. این هم شدت برق آبش هم تا پیش همون رفته است و اگر باز باران زیادتر شود شما از روی که میبینید زمین اگر باران زیادتر شود و اینجا کلی آب هم جمع شود حتما این آب باز داخل میداره داره که اینجا اون جای بسته شدنش نیست. خب باز همین گونه نمونه مثال ما واو اینم میخوام خودش که نوار بگیرین یک بار این شرایط رو ببینید که این قبورا رو ببینید مثل با گفتیم مردم هم هزار خانه گاو میمونه دیگه مردم دیگه از ناعلاجی زندگی داره. یک مسئله دیگه هست اینجا که واقعا کارهای ساختمانی تا هنوز ادامه دارد و این اکثر پرتوگاه‌هایی که می‌بینید از کارهای ساختمانی است از دوستایی که در بنا کار می‌کنن و تکنیکای بی‌خطری تقریبا در اینجا تماما رعایت نمیشه متاسفانه. تکنیکای بی‌خطری تماما رعایت نمیشه برای که ساکنان علاقه زندگی دارن و میتونن در این میدانچه رو کنن و از اون بالا میتونه هر چی هم بافتاد متاسفانه. ساختمان بود شدگی نیست. سلامت باشین. گپ میزنید؟
من دلیل رمانی روزنامه‌نگار با دعوت ساکنای همین بنا آمدم تا اینکه نکش مایل نکش یگون تاش نکشین برادر دست نبردار خواهش میکنم اکا جان دست نبردار نمیخواین نزدیک نشین تمام شده هیچ گپ نزدیم ما کار شما را مانع کردیم اون اگر بخواین قطعا همین کامera دا گپ زنید نخواین نکردیم ما کار شما را مانع نکردیم ما شرایط وضعیت زندگی مردم نشون دادیم که در این شرایط مردم زندگی داره خب برای نمونه مثال ما با یکی از بلاک ها وارد میشیم و از روی که نوشتن 7B شاید هم بلاک هایی که هست مثلا اونجا 6B است هر یک بلاک نام داره میخیل ما با یکی از بلاک ها وارد میشیم 7B و تا آشنای بالا کوشش میکنیم که برویم و ببینیم که چی شرایط است در بالا اکا جان اگر به استاپ گپ ندارین گپ نمیزنیم فقط کامera دا گپ میزنیم تمام اکا جان خب سلام علیکم شما خوب هستین شما کی هستین نام نسبتون معرفی کنید شما معرفی کنید خواهش میکنم ما رابطی رابطی شما کار شما دخالت نکنید راه ساختمانتون دوام تیم برادر جان ممکنه که فهمیدن کی شما ما اول شما که تشناس شم ضررآور باشین ماجور بدن ان شاء الله آدمی ضررآور دمونه نیستیم شما کی که مشورت شناس شهادتنامه نشون دادن نام فامیلتون با اجازه مونیا شدستان میگن که شما کی برای نوار میگیریم چی مسئله داره اینجا گوش کنید بله یک بار پرسیدن در پرایلا از کی پرسیدم شما گه از متصدی ساختمان در کجا میشیند متصدی ساختمان در بینای وای هست در کجا میشیند ما رفته بر صحبت کنیم خوش میکنم عصبی نشو که عصبات نشون نته خوش اولش که رمضان است یگون دیگر چی نکنیم برادر جان کجا نمیشن که ما رویم ولی بخشش ما یک بار این برادر که در اولی نواری ما با ما چند صحبت کرده بودن نخواستن معرفی کنن ولی یک بار میریم که میگن پیش متصدیای بینای ساختمانی ما باید بریم نه یگو چی نرفتی نه پیش متصدیای بینای ساختمان میریم با اجازه نه متصدی بینای ساختمان در دیگر جا میشینن در کجا میشینن گوش کن در دیگر جا میشینن لیکن مقصد همه چیز باید موافقه کرده شود ما اینجا یگون ابجکت استراتژی نیست که ما عریضه پیشکی بنویسیم و اجازه بگیریم که بیایم برای نوار برداری نوار گرفتیم یگون چی نیست اوخی خوش میکنم انا اکنونش اینه که ساختمان ادامه دارد ساختمان تمام نشده همه شهروندایی که از در اینجا اومدن و برای شما عرض داد کردن که یگون خیلی نیست ما با همین مردم با خواهش خودش مجبوری من امکانیت ندارم من جایی ندارم من خیلی گفتم میرا مال بیان بشینن گفتم واقعا اجازه دادن که شینن اشون میگن که شرطنامه خرید و فروش که داشتن از 2013 و 17 و 16 تا 2019 بعد بنا سپاریده میشد سبب این سپردن داشتن بنا امکانیت‌های مولوی اینقدر وضعیت‌های جهانی ضرر مالی و مادی مردم کی میسپارن ضرر مادی و چرا حساب میکنن دولت هست حساب دارد همه حساب میشون نگو خیلی چی نیست چی خیلی نشان مثلا یک نفر خریدار 3 سال شد در اجاره برای مثال شما پرداخت میکنه پول اجاره پولی ویا برای مثال میگم نه ما پرداخت یگون کسی اجاره چه ضررهای مالی مدیر شما گفت که پرداخت میکنه اگر دولت حساب کنه خیلی چیزی که باشد همه چیزا میبینن یگون چیزی نیست چند سال پس بنا ساختمانش بود میشه خدا خواهد این سال تا سال آینده بود میشه بینم سال آینده 2023 کدام ماه تقریبا ماه سپتامبر شد سپتامبر 2023 شما میتونید خودتون معرفی کنید نهایت کی هست من شادی رحمانوف متصدی ساختمانی ام بینو که با شهروندان در مسئله نبودن آب سوید یگون پرابلمشون موافقه میکنیم دستگیری میکنیم و باشم میگم که آب نرسید حل میکنیم مسئلهش نمیتونم همه مردم این بینو ما رو میشناسن میدونن که من شما را در نشست مطبوعاتی وزارت علاقه ندیده بودم بله وزارت علاقه دم کار وزارت علاقه با این بینای ساختمانی چی ربط دارد یگون با وزارت علاقه گون ربط شما در اونجا چیکار میکردین در نشست در نشست علاقه چیکار میکردید شما 6 تا نشون این بینای ساختمانی با وزارت علاقه چی داخل دارد است این با وزارت علاقه مناسبت ندارد شما اخی اینجا متصدی باشین در وزارت علاقه در نشست مطبوعاتی چیکار میکردین متصدی برای کار ما که مهم نیست در کجا بودن آدم اگر در یگون چی باشد یگون جنایته نه جنایت پس میتونیم دقیق کنیم که واقعا این بنا شرکت ساختمانی با راهبری علاقه با یک صبور تعلق داره یگون تعلق نداره یگون مناسبت اکثر ساکنان گفتن که در وقت معامله پولی و صحبت خودی با یک صبور بودن این واقعیت داره یا ساکنای را گفتن این ما یگون چیز گفتن نمیتونیم یگون اساس ندارد چون که جنایت جمعیتی دوره مسئولیتش محدودی کامل 2010
کی است رهبر شرکت؟ رهبر شرکت هست فایلش نامشم جدا. سیاوش ظهروف؟ نه سیاوش ظهور با این مثبت نداره. کی هستن؟ میتونه معرفی کنیم با اجازه خواهش میکنم. نه من این سر گرم چند. ها؟ نه میتونه نام فامیلای رهبر شرکت بگین. باید بدون شرکت به کی تعلق داره. بابا شما رفته سمت شرکت با کی تعلق داره شما مهم نیست. مهم کی کار رفته سر اون پرابلم. خواهش میکنیم با اجازه شما ما یک بار به آشنای بالا رویم چون آشنای پایینی را ما شرایطشون نشون دادیم. یک بار آشنای بالا رو ببینیم که مردم در شرایط زندگی دارن. با اجازه شما یک بار بالا میریم و پایین میفریم تمام. خواهش میکنم. سلامت باشید. خدمت است که شکایت بده اصلا شکایت دامو بدن ولی اون همین لیمچه‌ای که در بالا دیدید شما و این خیلی لیمچه‌هایی که اینجا میبینید من نمیدونم که این طلبات کدام معیارهای ساختمانی باشد که با همین شرایط ساختمان علاقه به آشیانه بالا رفته است. این هفتم یا هشتم آشیانه است ما قرار داره. در برابر همون لیمچه‌های سمنتی که ما دیدیم لباس‌های استایی که اینجا کار کردن نشانه مانده است از اونها تا حال اینجا. همین پسمانده‌ها از محصولات ساختمانی و این چیزا همین گونه دوام دارد تا ببینید یک بار تا آشیانه 16 و ما نهایت رسیدیم به آشیانه 16 اینجایی که یک اپه‌ای که امکانیت راهگردش محدود است. ما در آشیانه یکم دیده بودیم رو حالی گفتن که ما بالا میشیم میبینیم و ما استاد دیگه آمدیم این آشیانه 16 یک میدانی را میبینم شاید همین خونه باشه یگانه خونه همین است یک میدانی خالی را میبینم خواهش کنم یک بار این طرف بگیریم تو این اپرات درش تخت تخت کردن یعنی این توربه ها رو من نمیدونم که میدان بعداً چی میشه اینا همش باید خانه باشن نه به فکرم اینا با فکرم که باید همش خانه شوند خیلی تقسیم به نظر من ولی همین میدان ها عجیب است این توربه قربورا رو ببینید خطا راست میخوام در همین شکل علاقه مردم زندگی داره. خب اینجا خیلی تنش اینجا این طرف خطرناک است و حتی از این بالا پایانه دیدن دهشتناک است. جدی میگم من میترسم دیگه نزدیکتر برم. خب زیاد همین کامیرم و ما پایین دیدم برام خیلی دهشتناک است. خواهش میکنم اگر عبدالله بتونید تو یک بار پایانه نوار بگی که برای مردم ببینه که اینجا چه خطرزا است که مردم در این شرایط زندگی داره. این طرف هم ببینیم اگر این طرف دوشنبه نازنینه که واقعا ساختمان ها خیلی زیاد شده از چند وقتی اخیر و شکایت مردم هم متاسفانه زیاد شده از بالا شرکت های ساختمانی. خدا کنه که کمتر شود شکایت مردم از بالا شرکت های ساختمانی و این طرف هم خطرناک است. نمیخوام دیگه نزدیک شم زیاد این دوشنبه فقط پیش نره دیگه عبدالله خواهش کنم من نمیخوام دیگه پیش برم. این دوشنبه قدیمی که خونه های زمینی هولی هم مانده است و این طرف هم دیگه دوشنبه نو. نوار داریم یا برو؟ خوش کن عبدالله یک لحظه ششته همین نوار بگیر همین بخشه. اگر شما اهمیت داشتین افرادی که به کارهای ساختمانی مشغولین همین دیواری که میبینید این قسمتش حتی قریب 1 سانتی متر یا 0.5 سانتی متر بیرون شدگی است و بعداً میره داخل میداره. دیدین بعداً از اینجا که بیرون است اونجا میره داخل میداره و این طرف هم همین خیل این باید یک بار داخل میداره بود بیرون میبره. من نمیدونم که با کدام طلبات و با کدام استانداردها این دیوارا را اینا برداشتگیان و آیا اون کمیسه قبول اینا قبول میکند و یا نه. این خیلی جای نازک خیلی زیاد است که ما همون که به چشم رسید میگیم. خب ما همون خانه مادر میریم که هر دادم 16 ماشینا پایان بشه.
اینجا من ای وای یعنی انسانیت وقتی که مجبور میشد تا در چه حالات راضی است که زندگی کنه. معلوم است که اینجا این مادر ما گاه خوراک میپزه در همین شرایط و اینجا دیگ و طبق مونده شاید خوراکاش میپزه ولی که خودش سیاهی و علاقه نموده است، یعنی مجبور میشه که دیگه در همین شرایط زندگی کنه. در پایان گفتن که از مجبوری اومدن اکثریت. یعنی خط آوردن برقشم تو خونه که در همین شرایط هم باشه ولی حساب کنه که برقش علاقه کار کرده است. همون مادری که هر روز 16 ماشینا برآمده و میفروید و بالا شدن و البته ما بخشش میپرسیم که سببگار ما شدیم که امروز مادر پایان شدن و هادی با بالا شدن و این هم حالتشون. چه کردن بچه جان شما؟ برآمدن دیگه. در یه روز چند بار بالا پایان میشه؟ خیلی روزه در کار میشه، یه بار دو بار میفروم دیگه برآمدن خین میشه نمیفروم. و ایجاد کی کت زندگی دارین شما؟ کلنم خطی. شما گفتن که یعنی معیوب گروه چندم شما؟ سیوم. معیوب گروه سیوم. هر روز به همین حال بالا پایان میشه. هر روز در کار میشه میفروم بود. کسال میشن داولن بسیار میشه میرم بالنسا میچینی میگیرم میو. اینجا اگر خدای نکنه اون حالات چایاری تعجیلی زنگ زنه چه بالا میشه؟ دو بار داولنی بالان شیشه و زنگ زدیم نیومدن گفتم ما شوندو میتر برآمدن نمیتونه. با چه شما درست شکارین خود؟ دکترای همو کلامو میکنه خیلی باعث علف چای میکنه میتیم کمتر پس میشه. و چون شما در همینجا خوراک میپزین؟ در همین وقت سیتامونو میکشن در همینجا موندیم. این طرف بگین که مراجع در همینجا خوراک میپختیم نمیجه با روزایی که سیتا رو میکشن این با پگا میکشیم کتیسیان باز میبریم کتیسیان سیتاتونا. شما را برای چی؟ پول ندادید میگیم ما. چند سوش است این ماهش؟ نتونستیم پرداخت کنیم. پرداخت کردن تونستیم بچه‌ها درسه این چیز کار کردن شانخین تر شده دیگه مغلب روی نکرده بدن. کلم نبا گرفتم رفتم یا اون رفتم گفتم خیلی 100 سومیتیم گفتم پلیسی بیاد نگفت است. یعنی میگه یک بار همش پرداخت میکنیم. پرداخت کنه و میبریم. ما میتونیم یک بار خونه شما باریم با اجازه و چجا؟ من خواهش میکنم از نماینده های برق تاجیک مسئولین خدمات فروش و تقسیمات برق در ناحیه سینا که در این ماه شریف رمضان یعنی اینقدر به احترامی اینقدر ناعدالتی بحث دیگه نکنیم خواهش میکنم دیگه یکم مهربان باشین نسبت این مادرایی که اول از همه مادر معیوب گروه سیوم هم هستن و باز یک بار از گلوی مادر گرفتن دیگه فکر میکنم از روی عدالت نیست. هرچند 100 سوم امکانی پرداخت دارن ولی در همین شرایطی که شرکت‌های ساختمانی باید نمیدونم جریمه شوند و تسرک ساختمانشون رو بود کنن اومده از شهروندا جریمه میکنن. خواهش میکنم یکم مهربان باشین. مادر عزیزم که بعد از اون که 16 و شونه رو بالا شد همین توسط همین اسباب یعنی دوله نشونه میسنجن 121 برآورد 118 نیست 97 چی هستین؟ مادر خواهش میکنم بگیرید. بالگی 97 پایانگی 120 چی نشون دادی من نمیفهمم تی بخشش این دوله نیست نه چی دوله نیم 197 شده گه پایان نیست که 121 شده گه یعنی اگرده نشون میده این دوله حالت خوب میگه که گنده بعد اوجه باید من 140 باشم 50 باشم اینجا 197 نشون داده سه یک بار خدا کنه که شفا و بچه جان و هر چیز زودتر لیفت هم تامین شده در بینا یک بار من میخوام همین شرطنامه خرید فروش میانی اویله جرایف ها و نماینده شرکت کامل 2010 را نشان دادم که شرطنامه 1696 شرطنامه است 1696 شرطنامه یعنی افراد میگن که این با این شرطنامه با اویله جناب بکسابور داخل ندارد این بینا ولی ظهور موسی اسماتویچ است که فکر میکنم از اولاد جناب بکسابور شاید باشن چون اویله ظهور موسی اسماتویچ است نماینده شرکت کامل 2010 با جناب جرایف شرطنامه بسته است
از 2020 و در شرطنامه هم قید شده است که 3 سال بعد شرطنامه قطع میشد و خرید و فروشش هم هست. ولی من صحیفه های دیگرش برای شما نشون میدم. یک لحظه. تک همینجا مهلت عملی شرطنامه 3 سال است که فکر میکنم نمونه همین شرطنامه در دست دیگر ساکنان هم هست، ولی اونا با پیشترک این بندوبست کردن. صحیفه دیگر شما نشون میدم. صحیفه اخیره که کی امضا رسونده است. فرمایشگر جورایف مبارز ریزویویچ. ریکویزیت طرفای چیز نیست. این طرف اجرا کننده دیرکتور شرکت جناب ظهوروف کامل 2010 مهر و امضا. خب اینم زبان خطی که خرید و فروش است میانی صاحب این خانه و نماینده شرکت که همین مبلغ گرفتن. شما از این گرفتین نه؟ از خریدار گرفتین. وقتی که خریدار شرطنامه داشت او از که شرطنامه‌اش بسته بود؟ من نمیدونم. ما ایول گرفتیم. شما از کسی دیگر خریدین؟ یعنی میتونه خریداری که بود اینجا میتونه باید پیشترک با شرطنامه خرید و فروش داشته باشه. چه خیلی که ساکنان در پایان گفتن که از 2013 همینجا شرطنامه خرید و فروش دارن. خب بچه جون بازم بخشش وقتتون گرفتیم. سلامت باشین. خدا کنه که هر چه زودتر ساختمان بشه، چون نماینده شرکت هم در پایان گفت که سپتامبر 2023 آخرین وعده شون است. در پایان این وعده را دادن در نزد بیننده ها. سلامت باشین. ما پایان میریم. و چون وقتی که شما همین تعمیر خودتون کردید، یعنی همین دیوارهای باین هم خودتون برداشتید؟ همه رو خیلی خالی بود، همه خیلی یک میدانی شاد بود. ما گرفتیم هممون همین رو خدمت کردیم. همین سیمنت ها را چیزا رو همش بچه‌ام خودش با کیفتش کشیده. کران کار نکردم وقت چی یاردم نکرد. در شرطنامه خرید و فروش چی بود؟ باید دیوارهای باین میبرداشتن؟ باین گفتن میبرداریم. ما باین رو میبرداریم، فقط در دو در تریزه آوردن که او در تریزه ما مخول نشید، تماما صفتش پس گردانده دادیم. 300 سمی دو تریزه، یک تریزه 300 سم در 300 سم چی دادن ما مبلغ دادن تمام. برق کی کشید برای شما؟ برق بچه‌م خودش کشیده. او وقت خودش موتور زده، شلنگ خودی کشیده آوردگی، همه شخمون کردگی. مایل برای این ماچی نیستیم. مایلش نه که همین یک بار آمده همین بین ما را که ما چه زندگی کنیم. اینم خیلی میدانی که شده یگان نویرم یگان چیزش آمده نمیتونه ای جوری همین چیزا اقلا هم چیزاشون محکم میکردن. نه انا لیفتاشون نمی خیلی فرسوده خمو سیمنتار هم جدا موندن که گفتن چند کس غلطی دیگه. ما خودم دادر جان کو 5 سال به خانه بدم، 5 سال به خانه بدم. همین را که گفتن آمدیم گرفتیم، گفتن که مسپارن در را بچه‌ها قرض قواله کردن. 2 بچه حق دارم قواله کردن، شوهر مردگی آونده کردن که اوچم سرپناه. گفتم بچه‌م مد به خانگی در نمرم که در بیرون برای مردن اویله کردم سرپناه کنید. من نیاز چجور خدا کنه که ان شاء الله سلامتیتون بردم است، عمری درازی با برکت ببینید. ولی واقعا یک مسئله دیگه است اینجا که ولی چجور خدا عمرش دراز کنه. آدمی است، انسانی است. این بیناها همش ساختمانش بود میشد و همه ساکنا بیاین. واقعا این فاجعه انگیز است اگر روز یگان جنازه در همین خیل بیناها در همین خیل نقطه ها که مردم تاجیک یعنی در این روز تنها نمیمونن، دیگر شب حضوری میآیند. من نمیخوام در این نمیدونم در این راهروهای تنگ، در این پیاده‌گذرهای تنگ و در اون پایان چخیل مردم یک روزی خرسندی و یک روزی ماتمش میگذرانند. نمیدونم واقعا شرایط پایان هم شما دیدین حالی که چخیل بیناها با هم زیچن. اگر 100 نفر جمع شود دیگه جای قدم زنی نمیابی. ولی نمیدونم تمام این بینا شاید از 15-20 هزار زیاد آدم زندگی کنه در این بینا اگر همه بیای به پورگی. و شما تصور کنید که خدای نکرده یگان زمین لرزه شود و 15-20 هزار همه یک بارگی باید پایان شود و در اون میدانچه چخیل 15-20 هزار آدم جمع میشد. من نمیدونم در حالت زمین لرزه باید مردم دیگه پایین فرایند. نمیدونم در اون میدانچه چخیل جمع میشن اونا. بیننده عزیز ما در بلوک 7B قرار داریم و اون طرف مثلا رو برای من 8B بود. من نمیدونم حدود بلوک پهلویی چی است، ولی از نگاه اول اگر ساختمانچی هم نباشه، نمیدونم آرکیتکتور هم نباشه، ولی یک چیز برای من جالب است که میبینین ولی ما در آشیانه 16 قرار داریم. یعنی اینجا علاقه فرش زمین است
و اوشونه دیگر ببینید که چقدر پایین است، تقریبا 1.5 متر پایین است البته و این اوشونهش هم در میان این اوشونه 16 میفته و بعد از جای دیگه درست‌تر نشون میدیم حاضر. یعنی این بلوک ها باید همش یک خیل باشه. مثلا اینجا 16 اوشونه فرش بنا باشد. اگر برای مثال من اینا بگیرید، من اینجا فرش بنا باید اون طرف ما در فرش 16 اوشونه بلوک دیگر باشیم، ولی میبینید که اینجا در کجا قرار داره. یعنی این فرش بینای دیگری، بلوک دیگری، یعنی حدود 1 متر یک اوشونه از اوشونه دیگر در بلوک دیگر فرق میکنه. من نمیدونم که این گونه معماری را آرکیتکت را بهتر شاید از ما میفهمن. اونو شرحتیان در همین ویدیو در پایانش که در کجای دنیا هست همین خیلی که یک اوشونه در یک بلوک از بلوک هم پهلویش که به دیگر نصب از همین قدر، یعنی دور هم نیست، میتونه در حدود 1.5 متر فرقیت داشته باشه با بلندی و با پایانیش. با این طرف هم میتونیم این دلیل نشون بدیم. سلام ببینید این دیواری اساسی، پای دیواری اساسی و اینجا ما فرش را قرار داریم، حدود 1 متر زیادتر فرق میکنه. خب البته عذر از نفرایی که میگن که ما نمیدونم در بنای ساختمانی که به انجام نرسیده است، اگر قاعده ویران کنی که از این بنا به بنای دیگری گذره، ولی دیگه علاج نداره. پایان شویم توسط همین بلوک باید پایان شویم. یعنی مردم هر گونه‌ای که میتوند، همون حق خودش، قسمت خودش با دیوارها جدا کرده میگیره. برای شما همین خیلی یک میدان خالی میتین و شما باید قسمت خودتون جدا کرده بگیرین. ما باید زینه ها را بیایم که پایان شیم که در کجا زینه. بیننده عزیز، در همین زینه ها که مردم الکی بیش از 100 نفر در این بیناها زندگی میکنن که 100 عائله انیخترش، یعنی بالا پایان شون، اگر نمیدونم چی میگن، همون رشوتکای الوهیده که باید مردم او را قپیده بالا شده که برای بخطری هم هست که پاد نلغزد، نیست همین چیز. اوه اینجا پیدا شد همون چیزی که ما در پایین گفتیم، در بالا گفتیم انیخترش، در اون بینای دیگری نبود و در اینجا با پیدا شد. از اوشونه 14 پایانده همین چیز پیدا شد. البته خوشبختانه. بیننده عزیز، اینجای ویدیو گزارش ما به انجام میرسیم. فقط بعد از این همه شرایط و وضعیت و حالت رو در این بیناهای ساختمانی دیدن، من به همین خلاصه آمدم که این بیناهای ساختمانی، این بلاک ها نماد از بی‌مسئولیتی کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است و پیکره از بی‌انصافی شرکت ساختمانی کامل 2010. اگر در کجای تحقیر کرده باشه معذرت، چون واقعیت بود که ما برای شما تا حد توان بی‌طرفانه نشان دادیم. سلامت و سربلند و خانه آباد باشید. همیشه وقتی که خانه‌ای که خریداری میکنید خواهش میکنم اول رفته ببینید، با تاریخش ساختمانی اون شرکت ساختمانی نگاه کنید، اعتماد کنید، باور کنید، بعداً خریداری نمایید. زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر. او کاسکات کن یکا. اینجا من برای شما خواهش میکنم که از شرکت خدمت رسانی تاکسی پارک ما برایم در فدراسیون روسیه استفاده برید. با فایز 12 برای شما خدمت میرساند. در 24 ساعتی کاری، در همه روزی کاری، به روز استراحت میتونید مبلغ کار کردهتون توسط برنامه بگیرید. فقط خواهش میکنم راننده های مراجعت کنند که شهادتنامه رانندگی روسیه، قزاقستان، بلاروس این کشورها را داشته باشند. متاسفانه با شهادتنامه رانندگی تاجیکستان نمیشه. متاسفانه برای از شما خواهش میکنیم که اگر این شهادتنامه رانندگی را دارید، پس با شرکت خدمت رسانی مامورای مراجعت کنید که شما را با یاندکس تاکسی پیوست میکند و من سراغ های شرکت در جای اپیسان، یعنی جای شرحی بیشتر میگذارم.